حمله امیر قلعه‌نویی به علی دایی، کریم باقری، عادل فردوسی پور، خداداد عزیزی، جواد خیابانی و هر کسی که تیم ملی رو انتقاد کرده گفته همه‌شون وطن فروشن. اونور واکنش خداداد عزیزی به امیر قلعه‌نویی رو داریم و افشاگری کرده از ساعت 10 میلیاردی قلعه‌نویی و 400 میلیارد بودجه‌ای که قلعه‌نویی خورده. عادل فردوسی پور هم رد داد، اومد به امیر قلعه‌نویی واکنش نشون داد. عادل هم عصبی کردید. بعد امیر قلعه‌نویی اومد از ساعت 10 میلیاردیش دفاع کرد. قلعه‌نویی اومده میگه دایی، باقری، خداداد، عادل، همه زمان جنگ تو غار بودن، در صورتی که خودش تو ویلاش تو ترکیه آنالیا بوده. دوباره حمله مجدد محمد حسین میثاقی به عادل فردوسی پور. ول کن. یامال داداش، فقط ما و شما تو جام جهانی نباختیم. فدای تو داداش، فقط به نواختن تو موزم نمیدنم. یالا گایز، چطورین؟ امیدوارم که حالتون ردیف باشه. با آژمنتال میتونید تمام اخبار و حواشی ترند روز رو دنبال کنید. شروع میکنیم با مصاحبه جدید امیر قلعه‌نویی که اومده حمله کرده به عادل فردوسی پور، کریم باقری، علی دایی، خداداد عزیزی، جواد خیابانی و هر کسی که اومده یه نقد ریزی به تیم ملی داشته. میگه چرا من انتقاد کردین؟ تیم ملی افتخار آفریده. شما دیگه کی؟ ما خیلی خفنیم. بریم ببینیم چجوری مردم این تیم ملی رو دوست نداشتن. همه رستوران‌ها پر، همه سینماها پر. بازی‌های ما جزو پربیننده‌ترین بازی شده، حتی بازی ایران و مصر. و 6 میلیارد اگه اشتباه نکنم اخبار ایران رو پیگیری می‌کردن. راجع به پادشاه اگه آقای تاج خواست من الان توضیح بدم میدم. برای بعدم. ولی کاری که ما کردیم سال‌های آینده راجبش نوشته خواهد شد که ما چه کار بزرگی رو از نظر فنی لیاقت داشتیم بریم اون. حالا نشده. بدشانسی‌های فوتبال بوده. تو یه جایی ما یه کلمه به جای اینکه بگیم آقا فوتبال با ما سر ناسازگاری داره، کلمه خدا رو همونجا هم اصلاح کردیم. حالا شد برد. بعد این مصاحبه خداداد عزیزی روی آنتن رد داد. گفت او چی میگی تو؟ اومده جواب قلعه‌نویی رو داده و افشاگری هم کرده، هم از ساعت قلعه‌نویی، هم از 400 میلیارد بودجه پول بیزبونی که نمیدونم. بریم ببینیم. آقای قلعه‌نویی اوت شدید. من تو این برنامه تا حالا نگفتم، ولی وقتی شما حرف میزنی من حرف میزنم. آقای قلعه‌نویی اوت شدید. اوت نیومدید بالا. تو 48 تا نیومدید بالا. 32 تا نبوده، 16 تا 1978 نبوده. آقای کروش یه امتیاز گرفت، اوت شد. شما 3 امتیاز گرفتی، اوت شدی. ما 3 امتیاز گرفتیم، اوت شدیم. هممون اوت شدیم. پس برای مردم نیام داستان سرایی کنیم. اگه داستان سرایی کنید من حرف میزنم، مگه دهن منو ببندید. فوتبالی هم حرف میزنم. خیلی هم بیشتر از خیلی‌های شما فوتبال میفهمم. کارنامه‌ام هم تو فوتبال مشخصه. خواستید دوستانتون رو بردارید برید AFC مالزی، اون تابلوی بالا سر ستارگان فوتبال آسیا رو ببینید عکسی که اون بغله. بابا بس دیگه. ما هی سکوت میکنیم، هی میگیم آقا شرایط مملکت شرایط خوبی نیست، تیم ملی ما، شما میاد یه دفعه میشینید از همه چی میگی. لودگی ما میکنیم. معنای لودگی ما دلغک و مسخره ایم. والله به خدا نمیدونم. شما 2 دقیقه راجع به ساعت توضیح دادیم ما نفهمیدیم منظور چی بود از ساعته. گفتیم من ساعتمو دست راستم میکنم، کچلوار میپوشم، شما بگید که خب چه مربی کچلوار شیکه. شما ساعتت آستینتو انداختی زیر ساعتت. یه ساعت 10 میلیاردی معلوم شه. مردم نون ندارن بخورن تو این تحریما. خوبید آقا، امکانات نداشتید. 15 روز قبل از اینکه تیم بره جام جهانی 400 میلیارد سازمان بودجه به وزارت ورزش میده، وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال میده. چجوری تقسیم میشه؟ در تقسیمش من نمیدونم. آماری که من دارم 400 میلیارد سازمان بودجه میده وزارت ورزش. غیر از پاداش فیفا است خدا. اصلا 400 میلیارد ربطی اون پاداش فیفا نداره. ربطی نداره. خب همینجا یه ویدیو رو لایک بزن، نظرت هم بنویس تو کامنت ها. اونور امیر قلعه‌نویی اونجایی که اعتقاد داره که آقا انتقاد نباید بکنی به تیم ملی. تیم ملی ما خیلی خفن بوده، رفتیم نباختیم، تمام. یکی ما نباختیم، یکی اسپانیا. عادل اومد واکنش نشون داد که آقا چرا نباید نقد کنیم. بریم ببینیم. تو رو خدا من بارها گفتم اجازه بدید که از تیم ملی بشه نقد کرد، بشه منصفانه در مورد تیم ملی صحبت کرد. بعدشو گفت، خوبش هم گفت آقا این قهرمان سازی از عملکرد تیم ملی به خدا جواب نمیده، مردم هم نمیپذیرن. یه سری آدم چرا قطعا اطرافیان شما، کسایی که میان تو فرودگاه و میکروفون میگیرن جلوتون میگن شما قهرمان سازی کردید و شما بهترین بودید و شما چقدر خوب بودید و خیلی خوشحال، اونها هستن قطعا یه قشری هستن که ستایش میکنن شما و نتایجتون رو. اشکال نداره، اونها هم هستن، نظرشون هم محترمه. و یه سری منتقدم هستن، یه سری میگن آقا این تیم ملی به نتیجه نگرفته، صعود نکرده. در کنار اینکه من بارها هم گفتم، بازم تکرار میکنم، حرف خودم هم هستن، تیم ملی شاهکار نبوده ولی اصلا فاجعه نبوده. شما این قسمتی میگه اصلا فاجعه نبوده، میتونه خیلی بدتر بشه، میتونه تو این همه مشکلات و سختی‌ها و بدبختی‌هایی که داشته، این همه ویزا ندادن ها و این همه تو تیخوانا رفتن و سختی‌هایی که اونجا کشیدید، میتونه خیلی بدتر باشه. نمیبینید آقا شاهکار نبوده، چرا نمیپذیرید که شاهکار نبوده؟ این نظر نظر کارشناسای برنامه ما بوده. اکثر کارشناسا هم همین عقیده داشتن و هیچ کدومشون نه بی‌وطن هستن، نه وطن فروش هستن، نه معاند هستن و همشون هم ایران دوست دارن، هم تیم ملی دوست دارن و نقد منصفانه میکنن. بله، به ژنرال قلعه‌نویی برخورده در مورد ساعتش که مردم تیکه انداختن، ساعتشو کرده بود تو چش ما. بهش برخورده، توضیح داده. اما برای 2 تا تیکه به کیروش و علی دایی انداخت راجع به تیپشون زمانی که سرمربی حالا تیم ملی بودن. ساعت بنده بابا جان، ساعت اولا من بذار بگم ساعت من 40 سال 45 سال دست راست می‌بندم و متاسفم برای آدمای این مدیری. آقا ساعت همه جا نشانه نظم و انضباط و وقت‌شناسیه. اگه یه سرمربی میاد یه ساعت می‌بنده، کت شلوار می‌پوشه که شما باید
بگین آقا خب لباس شیکی پوشیده در حد سرمربی پوشیده، یقام اگه بازی می‌کردم زنجیر طلا می‌انداختم آدم خوبی بودم. قلعه‌نویی از یه طرف همه رو وطن فروش حساب کرد. گفت شما زمان جنگ کجا بودین؟ تو غار بودین، نمیدونم فیلان بودین، بیسار بودین. بریم ببینیم. ما چند تا پلن داشتیم و شروع کردم به لوده بازی و مسخره بازی و آقا میکروفون دست یک کسایی که آیه دکتر عزیز خیلی جالبه. این آدم‌ها تو زمان جنگ برنامه‌شون رو تفکیک کردن. رفتن تو غار. تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه که آقا این آدمایی که تو شرایط جنگ تو غار بودن چجوری بهشون تلفن دادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟ عادلم به نظر من خیلی منطقی جوابشو داد. گفت آقا زمان جنگ ما کجا بودیم مثلا؟ گفت ما آقا وسط تهران بودیم، شما توی ویلا تو ترکیه بودی. و زمان قطعی جنگ اینترنتی نبوده که عادل و خداداد و بقیه بخوان اصلا برنامه‌ای پخش کنن، چون تحت پلتفرمن. بریم ببینیم حرفای عادل. یه چیزی گفتن ما چرا تو غار بودیم این مدت. ما تو غار بودیم موقع جنگ و بعد یهو سر کله‌مون سر جام جهانی پیدا شد. اولا که نه تو جنگ 12 روزه، نه تو این جنگ اخیر، یعنی من و بچهای ما، من خودم شخصا که تهران جم نخوردم، تکون نخوردم. تهران بودیم کنار مردم، تو همه بحران و همه اتفاقات همیشه کنار مردم بودیم، نه جایی رفتیم نه از ایران رفتیم بیرون. آقای سرمربی تیم ملی، شما که خودتون تو این دوره جنگ یک دقیقه تو ایران نبودید یا تو امارات بودید 4 5 روز یا 50 روز تو ویلاتون توی آنالیای ترکیه بودید، شما دیگه غار نباید بگید که اصلا یعنی چی؟ مثلا نمیفهم یکی دیگه بیاد اینو بگه، باز قابل توجیه، قابل درکه. بعد این اصلا این مصادره کردن تیم ملی، اینکه خودتون خط قرمز مملکت بدونید، اصلا یعنی چی؟ آقا من میگم حداقلش اینه که کسی که رفته توی آنالیای ترکیه چند ماه چند روز چند 10 روز اونجا حضور داشته، نباید قار این صحبت کنه. با کسایی که همشون ما و بچه‌ها هممون تهران بودیم، ایران بودیم، کنار مردم بودیم. چرا ما 360 برنامه نداشتیم موقع جنگ، ما تو غار بودیم و از این داستانا. اولا میشه بگم که خیلی چیز ساده و بدیهیه که وقتی اینترنت نباشه، اینترنت بین الملل نباشه، اصلا نمیشه برنامه اینترنتی تو فضای مجازی تو بستر پلتفرم و سایت و اینترنت اینا ساخت. اصلا امکان پذیر نیست همچین چیزی. این که خیلی مشخصه بعد از اینکه اینترنت به شرایطی برگشت، ما کم کم فعالیتمون رو دست گرفتیم و موقع جام جهانی خب برنامه رو شروع کردیم. فراتر از بدیهی این قضیه. این وسط محمد حسین میثاقی با این آبی که باید بخوره و اصلا منو خورد کرده اومده به عادل چرت و پرت گفته. حالا یه سری من میدونستم که تاریخ نمیدونن، چون 4 5 ماه قبلم یادشون نمیاد، ولی نمیدونستم که جغرافی هم نمیدونن. اونی که الان حرف از میناب میزنه، میناب موقعا تو جنوب بود و تو جنوب هست و خواهد بود که الان یادشون افتاده. یه سری که یادشون نیست 9 اسفند شروع جنگ بود، یادشون نیست میناب چه اتفاقی افتاد، نمیدونن مدرسه شجره طیبه چه اتفاقی بود، سکوت مطلق بودن، لال کامل قطع. بعدش دنا اتفاق افتاد، لال 2 ماه گذشت اومدن تازه بیرون. خب چیکار کنیم؟ می‌خوایم پول در بیاریم، بعد پول در بیاریم چیکار کنیم؟ یه جمله‌ای بگیم که نسیخ بسوزن کباب، معلوم نباشه چی باشه، یه تسلیت کلی بگیم، قیافه ناراحت، یه استوری چیزی بزنیم، دوباره بزنیم به کار و پول و چون 2 ماه منتظر بودیم ببینیم موج کدوم بره، ببینیم اینا میان اونا میرن، اونا میان اینا میرن، بمونیم توی سیف ساید خودمون، تکون نخوریم، دهنا بسته ببینیم چی میشه. بعد که آواز از نه فلان الان جنوب آرزو برای مردم جنوب موقع کجا بود؟ تاریخ نمیدونستیم، نمیدونید، ولی جغرافی هم نمیدونید. این به نظر من یکی از مصادیق مفبریه. در ادامه آقای قلعه‌نویی گفته هر کسی که انتقاد داره به تیم ملی پاشه بیاد توی تلویزیون، من میخوام منو مصاحبه کنم با یه شبکه‌ای نمیدونم فلان برنامه، بیاد انتقاد کنه. ولی داداش عادلو که نمیارن که، یا مثلا نمیذارن زنگ بزنه، که زنگ هم بزنه نمیذارن اون حرفایی که میخوادو بزنه. اونور گفته هر کسی که میاد برای رزومه داشته باشه، رزومه من خیلی خفنه. ما نه مناظره چیز نداریم که ما میخوایم بحث کارشناسی کنیم. حالا هر کسی مربی تیم ملیه کمک بشه به تیم ملی برای جام ملت‌ها. من اینو میخوام، این که ماها نباشیم بیاین یه سری مطالب که واقعا هم غیر علمی هم غیر کارشناسی هم منم اگه بخوام راجع به تک تکتون صحبت کنم خیلی مسائل هستش فنی ها. من اصلا چیزام فنی بیاین، هر سوالی داره. اگه من رفتم برنامه، اگه رفتم من تهیه کننده برنامه خواهش میکنم به تک تک آقایون زنگ بزنه بگیم حرفایی که فلانی نبود زدید الان بیاین رو جلو مردم توضیح بدیم. اگه حرف اینا حق بود که ما مخلص. ببین نقد و انتقاد نباشه که پیشرفت نمیشه. من از خودم 5 دقیقه بعد بازی بلژیک انتقاد کردم، دیگه از این منصف‌تر دیگه از این کسی هست یه مربی اینجوری. من خواهشم اینه فکر مملکت باشین، فکر مردم باشین. نمیدونم راجع به پاداش میگه، همه اینا رو من شفاف سازی میکنم. ما 37 8 تا بازیکن تو این 2 3 ساله آوردیم در تیم ملی. در جام جهانی ما برای فکر کنم آمارش رو دقیق در بیان، چون ما الان جلسه داریم با همکارامون 8 تا 9 تا بازیکن برای اولین بارشون بوده تو جام جهانی بازی کردن. این یعنی تغییر نسل. بعد 3 4 تا بازیکنم کنار تیم ملی بودن. این خلیفه که آینده فوتبال آقای محمودی بوده. کی ایناست. ببین دوستان میان بدون مطالعه یا بخل حسادت یا مسائل دیگه، یا اونا بیان رو خط، من به جلوی خودم عزیزان توضیحات فنی رو اول و دوم سوم رزومه‌شون رو بگم. من ازشون خواهش می‌کنم مثلا من فلانی مثلا اینقدر جام قهرمانی دارم، این کارا رو کردم، این کارا رو کردم، در آسیایی نتایج من بوده، اینا بوده. بعد ما جلوی مردم آقایشون سوال می‌کنه آقا مثلا جوانگرایی که شما فرمودید چقدر کارشناسانه گفتی تغییر نسل اینه که خدا دادم اومد نسبت این واکنش نشون داد، گفت آقا رزومه تو اوکی اصلا خفنی، ولی کیروش خیلی خفن‌تر بوده. شما میگید که آقایون من فردا شب میام تو صدا و سیما، بیاید پشت خط صحبت کنید، ولی اون کسایی بیان که رزومه دارن. آقا من میخوام بیام پشت خط، رزومه هم ندارم، ولی شما که رزومه داری چطوری به خودت اجازه میدی راجع به آقای کیروش صحبت کنی؟ مگه رزومه شما 1000م رزومه کیروش میشه؟ سرمربی رئال مادرید، سرمربی تیم ملی پرتغال، سرمربی فلان منچستر یونایتد، شما با کدوم رزومه راجع به کیروش صحبت کردی؟ شما میتونی با اون رزومه راجع به کیروش صحبت کنی، ما نمیتونیم راجع به شما صحبت کنیم. چرا؟ خب گایز دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدیم. مرسی که حمایت میکنین. حواسم به کامنتاتون هست. لایک ساب فراموش نشه. دوستتون دارم. برو بریم تا ویدیو بعدی. خیلی چاکرم. تو فامیل پدری بگولی. پدری؟ فامیل سمت پدر. سمت پدر؟ نگید بچه‌ها. سمت پدر فامیل.
فامیلی که سمت پدرن، مثلا عروسی دعوت میکنن میگن فامیل سمت پدرت دعوت کرده مثلا. فامیلای پدرت کیا میشن؟ فامیلای پدرم برادر زن